جمیله زردچوبه چینایی داریم؟ جمیله زردچوبه چینایی. بله داریم خانم باده. آفرین بچیم، بسیار تشکر. اوف، این 40 سال که به خاطر شما مغز سر خدا آب کردم بس نبود که حالا آمدی بدون ای که بشرمی مادر خدا دروغگویی میگی تو به. بله یعنی بعضی چیزها را ازت پنهان کردیم. او آدم ها یکم مشکل ایجاد کردن، اما گناهشان هم نبود، حق داشتن بچیم. یعنی اول زمینای خود برشان فروختیم، بعد از او رفتیم برشان گفتیم که نمفروشیم. مادر بلیاز خدا اقا سوال نکو بچیم. فردا پول در حساب بانکیت انتقال میتم، درست است؟ فقط همی بود، فقط همه قدر مادر. دیگه چی بوده میتونه بچیم؟ البته که همی بود. باز معلوم میشه مادر، بسیار زود معلوم میشه. کجا بری یوسف؟ دوا میگیرم. درست است تو برو، من برات میارم. نه خیر، من خودم میگیرم. جمیله، خاله سلطانه کجاست؟ نمیفهم خان صاحب، من که آمدم نبود. دیوانه شدم. دختر چی شده؟ میخوایم امرای خالیم به تنهایی گپ بزنم. من مخو ضرره به شما نمیرسونم. حتی بودنت برم ضرر است. حالا بخیز برو که گپ میزنی. چی شده دختر؟ بگو نه. چرا چوب هستی؟ بگو. امرای یوسف رو برو شدم. چی؟ وقتی دیدمش تحمل کردن ندانستم. چی؟ خلاص نشده بود یوسف؟ حتما تو پیداش نکردی. حتما.
جوشانده تا هنوز ننوشیدی؟ میخوایم کمی استراحت کنم بالا. سرم بسیار درد میکنه. میشه گروپ خاموش کنی؟ فکر کنم سرما خورده. درست است، من میرم. اگه به چیزی ضرورت داشتی من در سالون هستم. تو با کارت میخوایی مرا دیوانه بسازی ها؟ دقیقه وقت مواظبت بودم نمادم اتفاق بفتن. اینجا پنهانت کردم اونجا پنهانت کردم. خدایا در این وقت آخر باید همین کار میشد. کار خداوند است دیگه. بله کار خداوند است. گوش کو چی میگم. نگه خیالاتی شدی چطور؟ درست است فهمیدم. خوب حالا وضعیتت چه قسم است؟ خوب هستی؟ چه احساس داری؟ راستش خاله نمیفهمم. خوب نیست. نمیفهمم که چی حال دارم. اون لحظه حس کردم زمان توقف کرد. فکر میکنم خودش و عطرش هنوزم حس میکنم. اما فرار کردم. فرار نمیکردی. وقت خداوند شما را یک جای ساخت دست شیلا نمیکردی. چرا قدر بیعقل شدی؟ چرا فرار کردی؟ ترسیدم. دختر پشت آب رفته بیل نگی. ما چقدر کوشش کردیم که شما روبرو نشین اما ما نشده نتانستیم. وقتی یوسف یافتی باید دانه دانه تمام چیزا برش میگفتی دختر جان. نمیشد خاله، نمیشد. چرا؟ بیازو شما خود روبرو شدین چرا نگفتی؟ راست میگی، باید میگفتم. هر چیزی که ناتکمیل مانده بود باید میگفتم. اما چی فایده؟ یوسف از قبل انتخاب خود کرده. درست است، شاید کار کرده باشه اما دیدی که تا قریه از پشت آمد. میفهمی حال او در هر جای تو را میپاله. دختر وقت تو را نیاف یک بار در مقابل مادر خود استاد نشه. تشویش نکو، استاد نمیشه. درباره مادر چیزی نگفتم. هوش کنی به پلیس خبر ندی. خب اینم میرم دیگه، چی کنم؟ میرم. تشویش نکو، فراموش میکنه. قسمه که ما برگم برای فراموش کرد. اینم فراموش خود کرد. گوش کو، شایدی رفتنت به خیرت باشه یک دانه. مثل یک آتش تازه در قلب یوسف شعله‌ور میشی. شاید خداوند نمیخواست به او خاطر این قسم یک مانعی را سر راه ایجاد کرد دختر. ها؟ گپ شما درست است. فرض کنیم که نرفتم، خودتا برم نگفتین اگه اینجا باشم کدام بلا سرم میایه. نگفتین بغیر از یوسف مادرش میخواه تو را از بین ببره. شما همین قسم نگفتین. ما تمام شب یاد دارم. به نظرتان گفتنی که برم در بین مردم بگویم دستم آسان است؟ اگه آسان است شما بگویید.
به خاطر موضوع مزرعه عصبانی بود. میبینی که چطور جواب خوبی ما دادن. ده 40 سال خواستم اینا را متعجب بسازم، اما 1000 مانی سر رایم پیدا شد. بانه گفتن خو کار فروش فسخ نمیشه دخترم. شاید شما حق به جانب باشین مادر، اما یک بار دیگه هم برای زنگ بزنیم. چی گپ است؟ کجاستی؟ در قریه هستم دیگه، کجا باشم؟ همه چیز خوب است؟ خوب است. او در پیشت است؟ همینجاست، در پیشم است. چشم خود از این دور نمیکن. تو ایره به مبان، درباره پول فکر کن. پول آماده است، در میدان هوایی برد میرسه. کافیست که کدام گل دیگر به آب ندی. تشویش نکن، پول که گرفتم 1 دقیقه دیگه هم اینجا نمی باشم. خاله، اگه یوسف نخواست پشتی کار ایلا کنه، تو متوجه خودت باش، درست است؟ خدا به جنجال نندازی، قربانت شوم. فکر کنین هوا یک خیال بود، آمد و رفت. دخترم که تو هیچ تشویش نکن، دختر در پیش چشمش است. بی از او تو خودت میفهمی که او چقدر پول دوست است. وقت مسئله پول در میان باشه، او احمق بی عقل 1 ثانیه او را تنها نمیمانه. برو دخترم، برو داخل استراحت کن. ها؟ کم استراحت کن. باده جان، بی دخترم، به خواست خداوند فردا به هر دوی ما 1 روز عالی خود بود. ها؟ از هر دویشان نجات پیدا میکنیم. حالا دیگه انشالله مادر جان. حالا دیگه 1 دانیم. حالا شب بخیر. شب بخیر. ما کدام کاری کردیم که سبب جگرخونی اونا شوه؟ همیشه خواسته های اونا برآورده میشه. برام گفت که مرا با مشکل مواجه نساز. قلبش اقدر غم داره که به غمای من هیچ جایی نمونده. شمارم خفه ساختم، به خاطر من با جنجال افتیدین. میفهمم برام دروغ میگین، سرتانه به درد آوردم. من از وضعیت خود راضی هستم.
آن زلفان پریشان از یاد نمیرم. خدایا این چه دردیست بجز من غم زدم، کس دیگر این درد را نبینم. خدایا تنها یارم تویی، بیا که از دردهایم برات بگویم. دردم به درمان است، با کی باور کنم.
خدایا توان این امتحان رو ندارم، توانش ندارم خدایا. خدایا دخترم کمک کن. همه درد و رنج برش کافیست. یک جای ببرش که همیشه لبخند بزنه. یوسف بچم، تو را درک میکنم بچه. بعضی اوقات ما هم قسم احساس میکنم. فکر میکنم اگه دست خدا دراز کنم میگیرمش، اما نمیشه. یعنی یک خیال است. بله. واسه چی است؟ کی است؟ بوی که مثل کی بوی میته. یوسف، شما اینجا چی میکنین؟ یوسف بچه، صبح قدم زدن میرفت گفت که از نانوایی نان گرم بیارم یا نه. مرادشان میگیرن زندگیم. میخوایم کمی قدم بزنم. ما هم همراهت بیایم یوسف؟ نه خیر، بسیار وقت است. کمی دیگه استراحت کن. جمیله، یوسف خان، تو در اینجا چی میکنی؟ مادر کلانم مریض است. با او غذا بردم یوسف خان. حالی هم دوباره به قصد. جمیله او را در اینجا دیدی؟ خبرداری که او زنده است نه؟
هوا صبر کن، کجا میری تو؟ دیوانه شدی دختر؟ پول خودش طرف ما میایه و ریلا کده بریم. بیزو گپ مرا قبول نمی کنی. کار دل خدا بکن اما مرا دخیل نساز. دوباره در رستوران بشی، ما هم 2 دقیقه بعد پیشت میایم. جمیلا لطفاً برام راست بگو، چرا میترسی؟ چشمایت میگن که خبر داری، پس چرا میترسی؟ میفهمی که هوا زنده است نه؟ بگو برام جمیلا. دیدمش. شما راست میگین، هوا زنده است خان صاحب. اول من بالاش قهر بودم، اما حال درک میکنم که گناهی نداشته. برام بگو او کجاست؟ بفرمایین خان صاحب. زود باش. او خانه است خان صاحب. هوا دروازه را باز کو. میفهمم در داخل هستی. هوا تو چی بکنی بیادر متوجه باش. وای رمزی بیادر خیریت از کجا میری بخیر؟ پیش دختر خود میرم. استانبول میرم پیش توبرک دخترم. خوب است، سفر خوش برات میخوایم. زنده باشی. لعنت به شیطان. روز بخیر. به نام رمزی کاراگل یک تکت داشتیم. میخواستم بپرسم او را به تویق انداخته میتونیم خانم؟ بله آقا. ساعت 11 بجه به استانبول پرواز دارین، اما دیر شده نمیتونین به طویق بندازینش. بیا زود تلاشیام ختم شده. درست است، تشکر میکنم. زنده باشین. بریم باید از اینجا زود گم شویم. چی شده؟ چرا قدر برخط هستی؟ اگه ده سرت کن. خان جغلو ده اینجاست. یوسف آمده؟ محمد پیش از اینکه ما را ببینه باید تیاره بالا شویم. بیا زود دروازه تیاران باز است. زود شو.
کشون لک. ای دیگه چی از خدا لعنتت کنم. آره نزن، نمیبینی چی حال است؟ زود باشین راه را باز کنین. نمیفهمم این خانجیغلوی کوچکه چی شده؟ اوف هنوزم بوی بدت نرفت. چادرت سر کو دختر، چادرت سر کو. ایلاکو بس است دیگه. گوش کن. دخترم زود باز میاد. بله احمد. اوه یوسف چی گپ هست؟ خیرتی بیادر جان، یک کار عاجل پیش آمده. بگو میشنوم. طیاره استانبول آمده پرواز است. دروازه باز شدن؟ باز شده خیرت است. میخوای به پرواز برسی؟ بله بسیار عاجل است، اما یک مشکل دارم احمد. میشنوم یوسف خان، چی گپ است؟ خوب شد که خریدم به خاطر که آب معده جذب میکنه. در این مورد باید در وقت نوشیدن او ظرف فکر میکردی. از دیروز تا حالا چیز نخوردی؟ از برکت توی اشتها نمانده نمیخوایم. اینا را بگینه در تلاشی ازت میخواین. سیوی مایدین دام زیبایی را انتخاب کردین. ما نکردیم، کسی که را جور کرده انتخاب کرده. راست میگی بزو ما علید صدگاستیم. هر چیزی که اونا بخواین همو تو میشم. میبخشی یادم نبود. بس کو دیگه چرا قسم میخوری؟ بزو دیگه حالا میریم. اوف صبح بخیر یک دانه. صبح بخیر مادر جان. چی گپ است؟ دیشب درست نخوابیدی؟ نه خیر، هیچ خوابم نبرد. هیچ نمیتونستم آرام باشم مادر. پروازشان 11 بجه بود. یعنی میگین رفته باشن؟ احوالش میگیریم که تشویش خود دور کنیم. بفرمایید امیده خانم. کجاستین؟ اونا در طیاره بالا شدن؟ در نوبت هستن خانم، تشویش نکنین، زیر نظرم هستن. گپ ما گوش کن. اگه تو او پول میخوایی باز باید با چشمای خود ببینی که اونا در طیاره بالا میشن. با چشم امیده خانم. خوب است، منتظر خبرت هستم. دیدی یک دانیم چیز قابل تشویش نیست. واقعا مادر؟ این کار ختم شد دیگه دخترم. تشویش نکو، چند دقیقه بعد خبر خوش میشنویم. یوسف کجاست؟ ندیدیش؟ به شرکت رفت؟ به قدم زدن رفت. تا حال خونه آمده. چند دقیقه بعد خواهد آمد.
به نظرم تو صبحانم نخوردی. آی بلیازه خدا به دست مریض میسازی. حالا در پایین صبحانه آماده است. بخیز بلیازه خدا بخیز. معدم درد میکنه. تحمل کردن نمیتونم. کمی حوصله کو بیسو چنین. تحمل کردن نمیتونم. تو همینجا منتظر من باش. من چند دقیقه بعد پس میام. اوش کنی که جایی نری دختر. بجای پر گفتن برو زود بیا، اگه نه تنهایی میرم. خدایا برام صبر بده. خدایا ما چی کدا؟ تکت شناسنامه‌تان لطفاً. خانم محترم تکتتان میتین؟ چی شدی پدر؟ زود باش. از اینجا تیر شدن نمیتونین. بسیار کار عاجل دارم. امکان نداره محترم، باید از تلاشی عمومی تیر شوین. صبح بخیر. به یه عجله کجا میری؟ شما حتما متعجب شدین، اما باور کنین ما چند دقیقه پیش فهمیدم که اینجا خوابم برده بود. دیشب کمالاتم خوب نبود، اگر نه شما را ناراحت نمی ساختم. بادر بسیار خسته هستم دخترم، مرا به اتاق می یوسف؟ به پدرت بگو دخترم، بگو مرا تنها نمانه. بودن یا نبودن مهم نبود. ما هم خواستم کم تفریح کنم بچه کاکا. تو کجا میری؟ همراه باده به تجدید شراکت میرین چطور؟ بچه کاکا بسیار کار عاجل دارم، فعلا نمیتونم همراهت گپ بزنم. با کارت برس بچه کاکا، از این بعد اگه گپم نزنیم خوب میشه. صبر کنین آقا، کجا میرین؟ باید به طیاره برسم. چی میکنین آقا؟ از اینجا رفتن نمیتونه. دوستا رهایش کنین، مشکل نیست، رهایش کنین.
من میفهم تکت یوسف خان پیشم است. بفرمایید یوسف خان. زنده باشی احمد. بفرمایید. هوا خانم اگر رفتنی هستین بالا شوین. ای چی میکنه؟ بس شوین. نرو. نمیمانم جایی بری. او خدا. بازم تو هستی؟ تا از اینجا گم نشی ما در تعقیبت هستم. خب من چی کردم میرم با تیاره بالا شوم. دخترت کجاست؟ شاید بالا شده باشه. مطمئن هستی؟ من فقط قرضدار دستم. گفتم بالا شده دیگه. چیغ نازان. یک بار ببینه سالون خالی است، کسی نمانده. اگه با تشویش هستی امرای من تیاره بالا شو باز میبینی. اگر کدام گل باب داده باشی هر جایی که بری پیدایت میکنم. حال رنگت گم کو. سلام برش بگو. ایلم کو ای که تو را از دست دادم چی حالت دارم میفهمی. بدون تو من خوشی خدا فراموش کردم. ایلم کو یوسف ایلم کو. ای کارا نکو هوا. نمیمانم جایی بری. زنگ نزدی با تشویش شدیم. رفتن. آی خدایا شکرت. بالاخره رفتی دخترم. خدایا هزار بار شکرت. نجات یافتیم با خدا. دخترم چشمای ما روشن. حتما کدام خبر خوش شنیدین؟ آها شنیدیم. برتان تبریک باشه. قواره چی کنم؟ ده بالا ببریشون. درست است. بابا دست نزن. گفتم بابا دست نزن. تو من از بین بردی یوسف. حالا چرا در مقابل مستار هستی؟ تو بعد خلافی کردی، باز مرا دروغگو گفتی، تحقیرم کردی، مرا نبخشیدی، هر کار به خواست خود انجام دادی. حالا چرا مانع رفتنم میشی؟ او همه گذشته هوا. دیگه خلاص شد. چی خلاص شد؟ هیچ چیز خلاص نشده. این که تا امروز چی بلای سر ما آمده تو خبر داری؟ تو من از بین بردی یوسف. کاش که واقعا میمردم اما تو را باباده نمیدیدم. تو میفهمی چی گفتم ایری؟ چطور میتونی ایره بگویی؟ گفتی چطور ها؟ به خاطری که دیدم یوسف تو با مو دستایی که منم وعده داده بودی از مادر طفلم خواستی. اینم خبر دارم. با او درباره آینده فکر میکنی. اینم میفهمم. از تمامش خبر دارم. حالا در مقابل بستان نشم پس شهزن رایم. به جایی که به من دروغ گفته و ماری رفتنم شوی پیش خانمت برو. نه خیر. فکر میکردم میای اما به شرکت هم نرفتن.
یعنی به خانه تابستانی رفته باشه؟ باده جان، مجبور استم یک گپ برات بگویم دخترم، به خاطر خوبی خودت. این قسم زندگی سپری نمیشه. کم سر شوهرت اعتماد کو. بی حال خطرم گذشت. چی بفهمم؟ در قلبم یک ترس است. هنوزم رفتنش باور کردن نمیتونم. دخترم، نباید اقا سر مردا فشار بیاریم. خود ما غرق میشیم. در ضمن ما از چی وقت منتظر این قسم یک روز بودیم؟ خب پس منتظر چی هستیم؟ باید تجلیل کنیم. حالا بخیز. باید از خانه بیرون شویم، یک چیز بپوشیم و بریم هوای تازه بگیریم. بله حق با شماست مادر جان، هوای تازه خوب است. حالا بخیز. ما هم آماده میشم. و منورم خبر بتم. بسیار وقت میشه که امروز جایی نرفتیم. البته دخترم، خبر بدی. ما امروز او را هیچ ندیدم. حتما در اتاقش است. شما دیدینش؟ به نظرم که نیست. پیش دکتر میدان هوایی میبردنش. هوا خوب استی؟ ما ایره نمیخواستم. خدا ایره چیزا نشه. حتما به درس خواندن رفتم مادر جان. این آمد. کجاستی بلیاز خدا؟ برات زنگ زده میرم هیچ جواب نمیدی. میبخشین خبر دادن نتانستم مادر. دی صبح وقت کجا رفته بودی؟ مادر من قدم زدن رفته بودم. خب حال ما میریم، تو هم همراه ما بیا. دلم میشه بیایم اما کم خسته هستم. جانم مقدرم خسته نخود باشی، بیا دیگه. آی درست است بلیاز خدا. بانش دلش که میایه دلش که نمیایه. ما خود ما میریم. به شما وقت خوش میخوایم. پس من میرم آماده میشم. گوش کن منور، گپ دیروز ما هوش کنی فراموش نکنی. با او کار نمیری. تو استعفا میدی. دیگه هیچ چاره نداری. میمانتان رفته بود، خواستم جمع کنم.
هوا بیبی با شفاخانه میرسیم. یوسف هوا تو خوب هستی؟ خوب هستم، چیزی نیست، بعضی وقتی قسم میشه. درست است، پیش دکتر میریم که معاینت کنه. نه، پیش دکتر رفتن نمیتونم. چرا؟ یوسف من جایی رفتن نمیتونم. هوا صبر کو. کجا میری قسم؟ هوا کجا میری؟ اعلام کو. من مردیم یوسف، مردیم. نامم هوا نیست. پیش دکتر نمیتونم برم، به شفاخانم رفتن نمیتونم، هیچ جای رفتن نمیتونم چون مردیم. چرا نمیتونی؟ تو خود دستی نفس میکشی. بله نفس میکشم، اما تو این زندگی میگی؟ تو میخوایی چی کنی؟ من هیچ فهمیده نتونستم. تو میخوایی چی کنی؟ من نمیخوایم کدام کاری کنم. من باید همین قسم باشم. فهمیدی؟ زیاد سر فشار نیار. تو از خود زندگی نداری؟ داری؟ پس برو به زندگیت برس. چرا این قسم از پشت من میایی؟ من باید یک راه برای خود پیدا کنم. پس از پشتم نیا، من راحت باد. یعنی تو همیره میخوایی؟ بله من همیره میخوایم. بس از دیگه. بیبی حالا در مقابل چشمای مستی تو رو از دست نمیتم. ای کارا نکن جان. حالا دیگه در موتر سوار شو. هوا در موتر سوار شو. تو فقط این را یاد داری که سرم امر کنی نه؟ کجا میریم یوسف؟ با جایی که هیچ کس تو را نشناسه. بیا اینجا بشی. بیا دیگه بشی. بخاری رو روشن میکنم، گرم میشه.
اگه خدا خوب احساس نمیکنی دکتر خواسته میتونم. لازم نیست، کسی را نخواهی، من خوب هستم. چرا با من این قسم رفتار میکنی؟ یک چیز بگو، برات چی کده میتونم؟ نمیخوایم به خاطر من کاری انجام بدی. اینقدر هم رایم زد نکو. من زد نمی کنم. بعضی وقتا قسم میشه که خدا بسیار خسته و افسرده احساس میکنم، اما این وضعیت به این حالت باقی نمیمونه. بابا چی شده؟ لطفاً برام بگو. یه قسم خاموش نباش. نمیخوایم چیزی بگویم. تو چرا از من فرار میکنی؟ چرا چیزی نمیگی؟ لطفاً گپ بزن. نمیفهمی بعد از تو سرم چی تر شده؟ بله میبینم چی تر شده. به زندگیت ادامه دادی. ای که تو چی دیدی یا کی گوشایت پر کده نمیفهمم، اما برای یک بارم که شده گپم حرام خوبش نو. بعد از ای که عروسی را ترک کدی جونت احمق آمد و برام گفت که هوا به خاطر تو مرد. بعد از او دیگه هیچ چیز به یاد ندارم. وقتی چشمایم باز کردم در مورد تو پرسیدم، وقت فهمیدم که تو حادثه کدی. برام گفتن که تو مردی. باور نکردم، نتونستم باور کنم. ما میخواستم همونجا بمرم، اما بازم به زندگیت ادامه دادی. به زندگیت باباده از همون نقطه ادامه دادی. به خاطر که فکر میکردم مردی. یعنی به من همین قسم گفتن، اما جای تو رو در قلبم کسی پر ساخته نمیتونه. ما با یادای تو زنده بودم. لطفاً برام همه چیز بگو. بگو تا ما هم بفهمم. کی؟ چیزی به یاد ندارم چون در کوما بودم. اما یک جنازه همون روز موجود بود. او را کی آورده بود؟ پس حتما بچه من کسی دیگر اونجا آورده بودن. تو را کجا بردن؟ نمیفهمم، هیچ چیز به یادم نیست. درست است. وقت چشمایت باز کردی کجا بودی؟ در یک اتاق بودم. کی همراهت بود؟ یادم نیست. من در وضعیت نیستم که کل چیز به یادم باشه. هوا کوشش کو به یادت بیاری. لطفاً بگو برام. کی به تو کمک کرد؟ کی تو را تداوی کرد؟ هوا او کی بود؟ بگو. ما او را مشناسم. پدرم. اما تو رو بسیار دوست داشتم بادم. بو که مزرعه را مزهر پاشیدم. یوسفم در روز عروسی من باور میزدم جنوی تو ما به کار استخدام کردم. آقا سلامی، روزتون بخیر. چطور هستین؟ خوب هستین؟ خوب هستم، تشکر میکنم. خب
میبخشین من از شما یک خواهش داشتم. اگه براتان مشکل نباشه میخواستم با یکی از زندانیتان به نام جنید ملاقات کنم اگه امکان داشته باشه. سلام، روز بخیر. خوش آمدین محمد خوش خان. باشید. برتان شماره بتا؟ بله لطفا. بفرمایین محمد خان. تشکر، روزتان خوش. به شما همچنان. ای چه قسم یک پدر است؟ او چطور تانست با توی کارا کنه؟ با خاطر چه زندگیت قسم ازت گرفت؟ مادرت و توپراک چی؟ با اونم دروغ گفته؟ با تنهایی از تو مراقبت میکرد؟ یعنی باید یک دکترم بالای سرت می بود؟ در شفاخانه نبودی، پس چطور تداوی شدی؟ کل چیزا برام بگو. تحت تداوی دکتری که بودم مریضی مرا غلط تشخیص داد. گفته بود که هیچ وقت راه رفتن نمیتونم. روزامو قسم بی حرکت در جای ماندم. باز بعدم به هوش آمدم. کل چیز خلاص شد جانم. بعد از این همراهیت هستم. هیچ کس برات ضرر رسونده نمیتونه. اما من درد کشیدم یوسف. بسیار درد کشیدم. رنجایی را دیدم که حتی فکرش نمیکردم. فکر میکردم از اونجا هیچ وقت بیرون شدن نمیتونم. کوشش کردم خدا به تو برسانم، اما برام اجازه کار ندادن. کلشان با هم دیگه هم دست بودن. پدرت تنها نبود همه تو نیست؟ واضح است که این همه را به تنهایی انجام دادن نمیتونه. بگو همراهش کی بود؟ هوا؟ هم دستش کی بود؟ کی به پدرت کمک کرد؟ نمیفهمم یوسف. سرم فشار نیار و ازم چیزی نپرس. تو بسیار میترسی جانم. تا من هستم کسی برات ضرر رسانده نمیتونه. همه چیز دیگه تمام شده. کارای اونا جرم محسوب میشه. کارایی که در حقت کردن تمام اونا جرم از هر کسی که تهدیدت کرده و تو را یک قسم ترسانده دستگیر شده و به سزای خود حتما میرسن. ما برات وعده میتونم. حالا دیگه بگو یک دانیم. یکی از اعضای خانواده‌ات. از اعضای فامیلم؟ بادر میگی؟ یعنی اون نفر از اعضای خانواده‌ات است. ای دیگه چی معنی هوا؟ من فقط او را به طور مثال گفتم. فکر کردم زنده بودنت با باد ضرر میرسانه. او کی است هوا؟ مادرت. چقدر خوب شد که بیرون به چکر زدن آمدیم. یک دانیم بیبی خستگی های مام رفع شد. بادا جان، یک مشکل بسیار بزرگ سپری کردیم اما تو نیست. به خاطر شکرانیش یک گوسفند قربانی کنیم دختر. فکر خوب است، بسیار خوب میشه مادر. درست است یک دونیم. بچیم به خاطر قربانی یک گوسفند میگیریم. درست است خانم حمیده. همه امروز میگیرن؟ البته یک دانیم. دو چند وقت تو بسیار رنج کشیدی. ایره من خوب میفهمم. هفته ها بستر ماندی. خودت گفتی چیزی را به خاطر نداری. چی بفهمم حتما کابوس دیدی و باز حقیقت فکرش کردی.
به اندازه گپ‌های پدرم از مادرتم حقیقت داشت. مادرم این کار کردن نمیتونه. خب تو همین قسم فکر کن. او سیلیره که فقط به خاطر که تو صدای من بشنوی هیچ وقت فراموش نمیکنم. هوا او شخص مادرم بودن نمیتونه. چرا؟ او از امون روز اول از من خوشش نمی آمد. میخواست بر همیشه از زندگیت بیرون شوم. هیچ وقت مرا به عنوان عروس قبول نداشت. هیچ وقت یوسف. او موضوع فرق میکنه هوا. درست است مادرم که میخواد خواست. همیشه میخواه خواستش به دست بیاره. اما این کار انجام دادن نمیتونه. یک انسان زنده را مرده ثابت کردن آسان است. خودت فکر کن. زیاد کوشش کرده که از دست من نجات بیافه. حتی یادسه برش یک فرصت خوب بوده. این جنگ خوشو و عروسا به اینجا نکشان هوا. این حوادث بسیار جدی هستن. چیزی را که تو جدی میگی به خاطر مادرت سرم آمد. این کارا نکو هوا. چی را نکنم؟ با مادرم تهمت نزن. گفتی تهمت؟ هوا او مادرم است. ما او را مشناسم، حد و حدودش هم میفهمم. این کارا نمیکنه چون کدن نمیتونه. یعنی که من میتونم هم دروغ میگم هم تهمت میزنم. مادرتی کارا کردن نمیتونه اما از ما توقع هر قسم بدی میره نی؟ ما برای قسم گفتیم. تو بازم سر گپایم باور نکردی. مثل همیشه دگرها را حق به جانب میدونی. دلت که باور میکنی یا نمیکنی. این کار مادرت بود. میفهمی کار توسط چی انجام داد؟ اول پدرم بعد کارکنای شفاخانه را با پولش خرید. هدفش می بود که فقط من از میان برداره. به هر قیمتی که میشد پروای چیز دیگه را نداشت. صبر کن. اول کل چیزا باید بشنوی. مطمئن استم این مژده را خودش برات داده بود. وقتی اینقدر یک سرمایه گذاری بزرگ کرد حتما این خوشی را خودش هم را تقسیم کرد. اما وقتی دید من زنده ماندیم و بازیش طبق میلش پیش نرفته، به خاطر که به تو نرسم زندگی ما به قمار زد. حتی میخواست من از این کشور خارج بسازه. اما مرده خواهی جای رفتن نمیتونه نی؟ تذکری جلی برم جور کرد. وقتی اینا رو مشنوی تحمل کردن نمیتونی اما تو نیست. ما با تمامی حقیقت زندگی کردیم یوسف. فقط به خاطر که تو بتانی مرا فراموش کنی و از قلبت بیرون کنی. این کارا رو انجام داده و خدا میفهمه دیگه چی کرده. تنها به خاطر که تو را با عروس ناستانیش خوش ببینه. وقت نام زدن بودی می کارا را کرده بود. شاید یادت باشه. بس از دیگه. بس نه. امی چند دقیقه پیش برام نگفتی کل چیزا برام بگو. اینام نگفتی که همیشه در کنارم خود بودی. نگفتی کسایی که این کارا را همراهم کردن به سزای خود باید برسن. گفتم. دروغ هم نگفتیم. فکر نمیکردم از این فرصت استفاده کرد از مادرم انتقام بگیری. فکر میکردم این مشکلات شاید تو را تغییر داده باشه. فکر کردم گناه کسی را نگرفته برام راست میگی. اما اشتباه میکردم. گفته بودم اگه زنده می بودی باز تو را حتما میبخشیدم. اما تو هنوزم همو هوا هستی.
اگه موضوع واقعا جدی نمی بود شما را ناراحت نمی ساختم آقا سلامی. چی میگن یالماز خان؟ خواهش میکنم، اما یک مشکل وجود داره. جنید نمیخواد که شما را ببینه. میفهمم. البته همراه او قدر آشنایی نداشتیم. شاید از این خاطر کمی میشرمه. کاش که برش میگفتین محمد خان جغلو به دیدنت آمده، باز شاید قبول میکرد. باید همراه محمد خان دمی نزدیکی ها دیده باشن. میگم که یک بار معلومات بگیرن. داخل بیا. شما خود گفته بودین که محمد خان جغلو آمده. ما به غذا خوردن میرم. شما بین خود صحبت کردن میتونین. بسیار تشکر آقا سلام. قابلش نیست. گفته بودم که نمیخوایم شما رو ببینیم، باز چرا آمدین؟ بیا اینجا بیش. از امو اولام میگفتی که محصولات مزرعه را به تنهایی خراب ساختی جانت، اما من هیچ وقت به گپایت باور نکردم. کی به تو کمک کرد ها؟ با پنهان کردن ای گپ کی را کمک ما اظهارات خدا دادیم، کاش که میخوندینش. اکالش خواندم، حتی چند بار به دقت خواندم، اما در کنار اونا بعضی گپای دیگه هم است که به گوشم رسیده. تمامش دروغ است. اینجا آمده خدا ناق به زحمت ساختین. فرار کردن چیزی را تغییر نمیده جانت. محمد با ما درباره همه چیز گفته، اما اگر خودتان به زبان خود اعتراف کنی میتونیم که با هم دیگه جور بیاییم. به خاطر خاموش بودنت هر قدر پولی که میتید، به خاطر گپ زدنت دو چندش من برات میتم. حتی اگر گپای ما برادرزادی تا نابود بسازه. شما چی میکنین آقا؟ همین سوالا میخواستم از شما بپرسم. من عکاسی میکنم، میشه دوربین من پس بتین؟ عکاسی میکنین؟ های شما خدا چی فکر میکنین؟ با کدام حق دوربین مرا ضبط میکنین؟ شما در وقت عکس گرفتن چیزی نپرسیدین، ما در وقت ضبط کردن ازتون نمیپرسم. پس حساب ما برابر شد. با شما میگم از شما شکایت میکنم آقا. مطمئن هستم این مجدرم خودش برات داده. هوا را از دست دادیم بچه. با پول خود. این تصمیم داشتم که به تو باده.
یک میهمان خانه بخریم یوسف. ای خدر زمین را به همین خاطر فروختین؟ فقط میخواستم متعجب بسازمتان بچه. اول پدرم بعد کارکنای شفاخانه را با پول خود خرید. بچه ما امروز یک مهمان داریم. به تو بعضی گپای ناگفته را میگه. حتی میخواست من از این کشور خارج بسازه. به خاطری که تو بتونی منو فراموش کنی و از قلبت بیرون کنی. آی خدا لعنتش کنه. آی میبینی بچه یک بار بیبی که کار میکنه یا نه بلند کو آب داخلش نه. برای موبایل میخریدین چی شد؟ آی به خدا فراموشم شد. یعنی هیچ فرصت پیدا نکردم. فقط خدا میفهمه که دیگه چی کارایی انجام داده. او دختر احمق قبل از مردنش از جنید حامل نبود یوسف. هوا طفل جنید در بعدش حمل میکرد. قبل از عملیات معاینات عمومی خانم هوا انجام شد. غلظت مولکولای خونش فیصدی حامله بودنش بلند میبود. فکر میکنی که پدرش راست میگه؟ اما در مقابل پول حتی خودش هم میفروشه بچه. دروغ میگه بچه. با خدا دروغ میگه. هیچ به گپایش باور نکن یوسف. باده جان به خدا ایره برات گفته نمیتونم که به خاطر این شراکتت چقدر خوش هستم. چطور است که این خوشی را با یک غذای بسیار مزه‌دار تجلیل کنیم؟ چطور؟ چون هیچ فرصت پیدا نکردیم. بسیار خوب است مادر جان. این به فهم آمده بود. اگه خواسته باشین به رستوران محلی بریم. پدرم اونجا را زیاد خوش داره. آی چقدر یک نظر خوبی است. تو امرای پدرت گپ بزن. اگه وقت داشته باشه امشب با هم به غذا خوردن میریم. خوش آمدین خانم حمیده. سلطانه حویلی را برای امروز آماده کنیم. خیرت باشه. گوسفند قربانی میکنیم. اینا را بالا ببر بچه. هوای مسنجر رفته. باز یا گوسفند قربانی میکنن. به خاطر دیشب ازتان معذرت میخوایم.
سلدا خانم، لطفا ما را با یلماز خان جیغلو وصل بسازین. یلماز خان، سلام، چطور هستین؟ سلام آقا جلال، تشکر میکنم. شما چطور هستین؟ زنده باشین، خوب هستین. اگه امروز وقت داشته باشین بعد از ظهر میخوایم یک بارم رایتان از نزدیک گپ بزنیم. اگه در رابطه با موضوع شراکت از خواه به ازو فردا با هم جلسه داریم، اینی که به شما خبر ندادن. نه خیر نه خیر، در این مورد نیست. یک موضوع دیگه است که میخوایم براتون بگم. بسیار گپ مهم است. البته. پس منتظرتون هستم. روزتون بخیر. خداحافظ. کاکا یلماز، به خودم یک دانه گرفتم، خواستم به شما بگیرم. در اینجا ایره بسیار خوب آماده میکنن. دوغم گرفتیم. بسیار تشکر. نوش بچیم، جانتان. بسیار تشکر. بیا بچیم اینجا بیشی، بیا با هم میخوریم. بیا. اولین بار که ازی خوردم از دکاندار پرسیدم دبینی چی مندازی؟ با خوردنی انسان تمام خستگیش فراموش میکنه. بسیار مزه‌دار است. واقعا که بسیار مزه‌دار است. هوا! 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 مرا ببخش. ببخش. خوب هستی؟ درست میگفتی. تمامش کار مادرم است. در شفاخانه کسی که خبر مرگت برم داد مادرم بود. پدرت اول توپراک دور ساخت، باز بعدش مادرت. یک روز در نزدیک قصر دیدم. هیچ فکر نکردم چی کار داره. حتی فکرشم کده نمیتونستم. حتما با هم تصفیه حساب میکردن. با هم جور آمدن پدرت خانه تانه ده فروش موند. مادرم به خاطر پول زمینا را فروخت. فهمیده بودم که برام دروغ گفته. کارهای دور از انسانیت انجام دادن. کوشش کردن موبایلم ازم بگیرن. چون خبر داشت که تو به من خبر میدی، همه چیزا میفهمید. با خاطر که طرف فراموش کنم هر کاری کرد. ما هم زیاد اشتباه کردیم، اما هیچ وقت کاری نکردیم که تو مرا بخشیده ندونی. میفهمم. تو هیچ تشویش نکن. حساب تمام اینا را ازشان میپرسم. جزایشان به همین زودی ها خواد دیدن. حالا دیگه به خیزده اینجا نشی. حالا
بیا که بریم. بیا جانم. حتما کدام گپ شده؟ تو خو میفهمی که چی شده؟ اگر چرا قربانی کنن؟ به خدا مام نمیفهمم، اما خانم حمیده گفت از یک مشکل بزرگ نجات یافتیم. یعنی چی؟ یعنی ای که حتما غری کردن. گوسفند بیچاره مثل همیشه در غم جان کندن و بابای خدا ناترس در غم چربو همتون نیست؟ با کارتان برسین. حالا زود شوید. مام یک بار دستایمه میشویم، بسیار کثیف شده. به میگه گوسفند قربانی میکنم. میخوای جان تو رو بگیره که کم گناهش کم شود. جالب است به خدا. اگر نام مام سلطانه باشه بازی اجازه را برش نمیتون. بیا 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 جانت نجات بده. بیا حالا دیگه برو برو. ما دیگه باید از اینجا برم. باید با همه که تصفیه حساب کنم. در همینجا منتظر ما باش. لطفا نرو. تشویش نکن، همگی از زنده بودنت خبر میشن. اوضاع همین قسم باقی نمیمانه. حال از پیش. پس میایم هوا. اما من هم میخوایم که از اینجا بری. کسی خبر نداره که من زنده هستم. اگر بفهمن اوضاع از یام کرده بدتر خود شد. خدا میفهمه باره دیگه چی وقتی قسم هم دیگر از نزدیک ببینیم. دوباره چشمایم چی وقت چشمای تخواد دید. لطفا مرا تنها نمون. نترس، ما تو را رها نمیکنم. ما انتظاری روزا را بسیار کشیدیم. بسیار منتصر ماندم. بسیار درد را تحمل کردم. از تو فقط یک روز میخوایم یوسف. روزی که فقط ما و تو تنها از هم دیگه باشیم. فقط یک روز. یلمز خان، بعضی چیزای دیگه هم درباره محمد است که باید براتون بگویم. تو چی میگی جانت؟ یلمز خان سلام. خوش آمدین آقا جان. خوش باشین. خیرات باشه یلمز خان. کم خسته به نظر میرسین. سن ما بلند رفته دیگه. فشار بعضن سر ما تأثیر میکنه. بفرمایین بیشین. به تشویش شدم آقا جلال. موضوع چی است؟ درباره منوارس. یعنی چی که گوسفند فرار کرده؟ قسم میخورم خانم همراه مراد با دستای خود گوسفند بسته کردیم. ها حتی سلطان خواهرم اونجا بود. اگر باور ندارین برین یک بار از او بپرسین. درست است. حالا دیگه تو پیش توران برو. نباید دور تنها بونی. خانم سلطانه، گوسفند کجاست؟ به امریکا پرواز کرده رفت. خودتان خو بهتر میفهمین. میفهمیدم که مثل همیشه در ای کار دست توست. اما اگر در آش من نمک نندازی برات خوب خود بود. چرا؟ بسیار ترسیدین؟ در ای بازی اگر پنسل پاک در دست شماست خانم حمیده، باز پنسل پاک در دست مام است.
اگه سر خود اینقدر اعتماد نداشته باشی بسیار خوب میشه سلطان خانم. خواهش میکنم با خاطر گوسفند اینقدر جگرخونی نکنین. جانتان جور باشه. دختر آیسته کم فکرت بگی. هیچ کس را دیده نمیتونی. اما تو خوب پیش رویت دیده میتونی. مادر گوسفند واقعا از اولی فرار کرده؟ بله اینا بسیار آدمای بی‌لیاقتی هستن. آقا مراد ریسمانش سعی بسته نکده بود. حیوان بیچارم فرار کرده دیگه. توبه. هیچ وقت کار به وفق مراد پیش نمیره. توبه توبه. یک دانه لبرویت کشال نکو. حال میرم و یک دانه دیگهش میگیرم. ما قربانی خودم میکنیم. عادل قرار است که بیایه. ببینم که برای ما چی میاره ها؟ حالا دیگه بیا که بریم. بیا که بالا بریم. وقتی خبر مرگ من شنیدی چی کردی؟ پیش خود گفتم من چرا زنده هستم. سر و قبرم رفتی؟ تا که قبرتا ندیده بودم یک امید داشتم. خاکت لمس کردم، بویش کردم، از تو یک نشانی پالیدم. خواستم در کنارت بخوابم و هیچ کس برام چیزی نگویه. وقتی یک قسم میگی برام عجیب معلوم میشه. کلش برام مثل یک کابوس است. با وجودی که زنده بودم دردای زیادی را کشیدم. هر روز از زندگی ناامیدتر میشدم. وقتی فکر میکردم که دیگه پیشم نمیایی و صدای تنم نشنوم دیوانه میشدم. مثل که هر گپت به گوش قلبم میرسید. در سر و قبر فکر میکرد از یک طرف بلند میشی و مرا به زندگی امیدوار میسازی. پس همراه او چطور زندگی میکردی؟ زندگی نمیکردم. با وجودی که نبودی اما نبوده قبول نداشتم. از این خاطر خواستم وعده را طلاق بدم. پس چرا تا حال طلاقش ندادی؟ بله. یوسف تو کجاستی؟ به شرکتم نرفتی؟ هیچ میفهمی چقدر به تشویشت شدم؟ با مهمانای قیصری جلسه داشتم. حالا هم با دیدن زمین ها رفتیم. چی وقت پس خانه میایی یوسف؟ تا فردا آمده نمیتونم. یعنی چی؟ تو آل کجاستی؟ در قریه هستیم. غذای شب همینجا امشب نمیایم. اما چی ضرور بود جانم؟ کاش که ما اونجا میامدم. نفهمیدم چرا شب خانه نباید بیایی؟ زود غذا نمیخوریم. با مهمانان مینوشیم. رانندگی کردن نمیتونم. یوسف اگه خواسته باشی مراد پشتت روان میکنم. لازم نیست باده. فردا صبح خودم میایم. درست است عزیزم. هر قسم که تو خواسته باشی. اوف یوسف اوف. طلاقش ندادم به خاطر که شنیدم تو برم خیانت کردی. خیانت کردم؟ گفتن در وقت مرگ حامله بودی. او هم از جنید. باید موضوع مهمی باشه که مرا اینجا خواستی همه تو نیست؟ البته که مهم است. اگه نه خانجی اغلوی بزرگ پیش خود نمیخواستم. اما این موضوع را براتان به یک شرط میگم. بگو شرط چی است؟ اگه لازم باشه شکایتتان پس بگیرین. میتونین بگوین که وکیلتان بدل خودی کار کرده بود یا که در این موضوع کدام غلط فهمی شده یلماس خان تا که دعوا بسته شوه. از اینجا باید آزاد شوم.
هرچند راه های زیاد وجود داره که گناه ما کم بسازم، اما نمیخوایم اونا رو استفاده کنم. اگه بفهمین شما هم نمیخواین که اونا رو استفاده کنم. تو تمامی چیزایی را که میفهمی برم بگو. باز من تصمیم میگیرم. نه خیر، یک قسم معامله نمیکنیم. خودت میفهمی. او مرمیایی که با یوسف و به شما اصابت کرده بود از اصلی محمد بود. محمد مرا وادار ساخت تا یوسف از بین ببرم. چطور باور کردی یوسف؟ چطور؟ مادرم گزارش حاملگی تو را برام آورد. چی گفتی؟ گفتی گزارش حاملگیم؟ یعنی تو به یک گزارش باور کردی؟ فکر نکردی که دروغ باشه؟ خب دیگه چی؟ پدرت او هم تصدیق کرد. وقتی باور نکردم با قصر آمد و برام گفت که هوا حامله بود. او حتی کارم همراهم کرد. یک پدر چطور میتونه به دخترش اتو یک تهمت بسته کنه؟ باز تو هم به گپایشون باور کردی، اما تو نیست. هیچ فکر نکردی که گپا کلش دروغ باشه؟ به خاطر همی دروغا مادر خانمت قبول کردی؟ خدا به جای من قرار بده هوا. او همه ثبوت و گزارش ها، مادرم، پدرت. ما به تنهایی چطور با اونا مقابله میکردم. نتونستم در مقابلشان از تو دفاع کنم. قلبم گپای اونا را هیچ قبول نمیکرد، اما با کدام دلیل گپشان رد میکردم. به خاطر عشق ما، به خاطر وعده ما، به مو چیزایی تکیه میکردی که به من قدرت زنده بودن نبخشید. اما من حسابی کارا را ازشان میپرسم. موبایل بته برم. هوا صبر کن، آرام باش. نه، موبایل بته. درست است. هیچ کس با آبروی من بازی کردن نمیتونه، حتی اگر مادرت باشه. حسابی کارشان نمیپرسی از کلشان، اما حالا آرام باش. تنها اونا مقصر نیستن، ما هم گناهکار هستم. نبودنت بسیار مرا رنج میداد. محبتت قلبم آرام نمیماند. یه چیزا را بها نکده دل ما تسلی میدادم. به گپایشان باور کردم تا بتانم تو را فراموش کنم. دیگه قسم نمیتونستم زندگی کنم. ما بغیر از تو از هیچ کس دیگه نشدیم و نمیشم. بجز تو در مورد کسی دیگه فکر نکردیم و نمیکنم. ما وعده خود نشکستاندیم. میفهمم هوا، میفهمم عزیزم. دیگه گریه نکن. تمام دردهایی را که دیدیم، تمام رنجهایی را که کشیدیم از قلب و ذهنم بیرون میکنم. جزای تمام اونا را میدیم. باز وقت برای خود ادامه میدیم. راست میگی؟ اما امروز نه.
امروز میخوایم همراه تو باشم. دیگه کل چیز فراموش کن. بیبی فقط ما و تو اینجا هستیم. جنید، من دیگه تحمل کردن نمیتونم. هر چیزی را که میفهمی باید دانه دانه بریم بگویی. تمام شب گفتم یلماز خان محمد یوسف دوست نداشت. همراه او دشمنی را گرفته، چرا نمیفهمین؟ نپرسین که به خاطر چی اگه جگر خون میشین. باور کن ما تو را بیش از حد دوست داشتم بادر. یعنی محمد از تو خواست که برادرش یعنی یوسف به قتل برسونی؟ بله درست فهمیدین. اول خودشی تصمیم داشت. وقتی نتانست میدان به من خالی کرد. ایگه پایت باور نمی کنم. پس برو از خودش بپرس یلماز خان. اصل آن پیشش است. با دستای خود برش دادم. حالا خوبتر شدی جانم؟ بله خوب هستم. خوب هستم. تو کم استراحت کن. ما یک بار بیرون میرم. برای شب یگان چیز به خوردن میارم. ما هم امرت میایم. تو نیا. بی از او صحتت خوب نیست. تو برو استراحت کن. ما بسیار زود پس میایم. اول خودشی تصمیم داشت. خوب هستین کاکا یلماز؟ خوب هستم بچه، خوب هستم. بگیرین کم بنوشین. زنده باشی. فشارتان بالا نرفته باشه کاکا یلماز. با امام در یک دواخانه است. حالا اونجا بریم. شما باشین من دوایتان نمیارم. نه خیر بچه، ما میایم. آی باور کو بسیار خوب میگید دخترم. خوش خودت آمد یا نه؟ مادر جان البته که خوشم آمد، بسیار مقبول است، اما اگه کم ساده تر باشه خوبتر نیست؟ با آن دیگه از برای خدا باده. جواهرات باید همه قسم درخشان باشن، یگان طرح جالب داشته باشه. بیبی چقدر مقبول معلوم میشه. مادر جان زنده باشین، اما ما ایرم. اما ماما نداره دیگه. نه که فراموش کردی عروسی کی هستی دختر جان. خوبه سمیره میگیریم. ذوقتان بسیار عالی است خانم حمیده. وقتی که شما زنگ زدین ایر از بین جواهرات خاص برتون آوردم. در این جواهر سنگ‌های قیمتی کار شده. به خدا بسیار مقبول است. به خوشی و به خوبی بپوشیش یک دانه. شکر زنده باشین. خانم حمیده یک سیدی مناسب برای شما مورد میشه که یک بار ایره ببینین. اوه واقعا که بسیار مقبول است. بان که یک بار ببینمش. باده جان. باده. ها میبخشین. چطور است؟
بسیار مقبول است. و شما میزبه؟ بله. بسیار شیک است. همیشه همین قسم یک زندگی را میخواستم. همین قسم یک زندگی آرام، یک خانه گرم و راحت. هر روز مثل دیوانا پشت دق شوم و منتظرت باشم. هر باری که دروازه را باز کنم تو را ببینم. میخواستم هر روز با خاطرهای نو آغاز کنیم. تو هر بار با دستای پر خانه بیایی و با هم یک جایی غذا آماده کنیم. میخواستم فقط با تو غذا بخورم.
با تو بخندم، با تو گریه کنم و با تو زندگی کنم. در این مدت یادای امرایم بود، اما لطفاً آرزوهای من فقط آرزو باقی نمان. لطفاً هیچ وقت از پیشم نرو. اگه تو بخوایی نمیرم. نرو. بسیار دوستت دارم. آی ای چی گپ است یلماز خان؟ از برای خدا خودت در اینجا زندانی کردی، هرچی صدا میکنم چیغ میزنم نمیشنوی. محمد به غذا خوردن خانه میایه، اگه منتظرش نباشیم به خدا باز قهر میشه. من نمیخورم حمیده، اشتها ندارم. به شما اشتهای خوب میخوایم. چرا نمیخوری جانم؟ اینقدر غذاهای مزه‌دار آماده کردن. حمیده زیاد اصرار نکن، گفتم که اشتها ندارم. نوش جانتان. یلماز خان تو را چی شده؟ از من چیزی رو پنهان میکنی؟ نه خیر جانم، چرا توگی؟ سرم کمی درد میکنه، شاید هم کمی فشارم بالا باشه. سلطانه فقط را بخوایم که فشارت ببینه؟ نه هیچ لازم نیست، حال خوب میشم. تو مطمئن هستی؟ برو دیگه، اشتهای خوب، من بعدن میایم. توبه معذرت میخوایم. ما فکر کردم که حالا که دوربین آوردین پس خبر بتون که اتاقتان نپالن. محافظه را با اتاقتان روان کردیم. میتونی بگویی که با کدام حق کسی را به اتاق ما روان کردی؟ با همون حقی که شما دوربین مرا ضبط کرده بودین آقا. حال فهمیده؟ شکر کنین که ازتان شکایت نکردیم. فکر کردم تو عکس مرا میگیری، از او خاطر اگه نه این کامری تو را در فرق خود میزدم. توبه شما چرا خدا اینقدر مهم جتین؟ ببخشین اما شما کی هستن که من بخوایم عکس تانه بگیرم آقا؟ محمد خانجی اغلو. یعنی؟ شما نام خانجی اغلو ها را نشنیدین خانم؟ ما هم پلین آیدار هستم، مسئول عمومی اتحادیه عکاسان در کشور. از عکسایتان خوشم آمد. پس شما دوربین ما فقط ضبط نکردین، حتی عکسایشم دانه دانه دیدین، همونطور نیست؟ امرای تو کار ما ادامه دارم. معذرت خواستم دیگه چی کنم؟ فکر میکنی با یک معذرت نجات پیدا میکنی؟ حالا که خانجی اغلو هستی پس باید بریم یک مارگاریتا سفارش بدی. درست است. میبخشین. دستایت چرا میلرزه یوسف؟ نمیفهمم. دیگه آخر کمی فشارم بالاست. تو توان حرکت به دستای مداد میفهمی؟ اگه نه تکان نمیخورده تو رو فقط در خواب میدیدم.
تو بالای سرم استاد می بودی، برم می گفتی بیا، می گفتم نمیتونم، دوباره صدایم می کردی، عین جوابم می دادم، می گفتی تو میتونی، باید بتونی. وقتی بیدار می شدم نمی بودی، اما دستم تکان می خورد. مام تو را در خواب دیدم، به خانه تان رفتم، داخل اتاقت شدم، وسایلت لمس کردم، در تختت خوابیدم، به خاطر که پشتت دق شده بودم. مام بسیار پشتت دق شده بودم. بیبی خطای دست ما مشابه است. چطور؟ کدام؟ کسایی که خطای دستشان مشابه باشه جدا نمیشن. این گپ از موسفیدا شنیدیم. یعنی تقدیر ما به هم پیوند خورده؟ کسی ما را جدا ساخته نمیتونه. دیگه یه اجازه را نمیتیم نی؟ به هیچ کس اجازه نمیدم. باده جان، تو اینجا هستی یک دانیم؟ نوش جان. در پایین میز غذا رو آماده کردیم. اما یک نفرم نمیخواه غذا بخوره. تو هم نمیخوایی که بخوری؟ هیچ دلم نمیشه. چی شده عزیزم؟ باز چرا لب رویت کشال است؟ یوسف خانه نیست مادر. مامنان دلم نمیشه. بچیم بسیار خوشحالی است به خدا. بسیار خوشحالی است. ببینی؟ خانمش بدون او زندگی کردن نمیتونه. میفهمی اقسم زندگی نصیبه هر کس نمیشه. شما واقعا خوشبخت میشین. مادر میفهمین بعضی چیزا در ذهنم. اگه او دختر از اینجا نمیرفت هیچ وقت راحت بوده نمیتونستم. ای چه قسم گپ است بلیاز خدا. ای یک دانیم. ای خدا نگاه کنه. این قسم گپای خراب در ذهنت نیار عزیزم. قرار نبود با هم تجلیل کنیم؟ ها؟ بخیز با مام یک پیاله بیار. مام امریت می نوشم. کمی خنده کو دیگه دخترم. سیر شدی؟ هنوز شیرنی مونده. آیشه شیرنی مزه‌دار آماده کرده. امروز صبح باده خانه بود. خبر داشتی یا نه؟ باده امروز پیش تو آمده بود. من خبر نداشتم.
او دختر بسیار شیرین است. با یوسف بسیار میزیبه. اما تو نیست جلال؟ من میرم که شیرینی رو بیارم. پس تو خانجی قلو هستی ها؟ بله، با خاطر نجات از این تخلص قدر دور آمدیم. پس این موضوع رو همیل بسته میکنه. تو چی؟ با رخصتی آمدی؟ چند سال است که من مصروف عکاسی هستم. اینجا به خاطر همین کار آمده. در استانبول کار میکنی؟ اگر راست شب بخوایی تا وقتی که این دوربین و کامپیوترم همراهی بست در هر جای کار میکنم. جالب است. خب چی عکاسی میکنی؟ راستش کارم قدرم جالب نیست. به مطبوعات و رسانه ها تصاویر تهیه میکنم. هر چیزی که خواسته باشن. وقتای بیکاری هر چیزی که مرا هیجانی بسازه عکاسی میکنم. مثلا چی؟ مثلا چی؟ مثلا اطفال، پرنده ها، عتیقجات. و تو؟ ما؟ عکسای ما میخوایی ببینی؟ بله چرا نه؟ پس بیا که بره. میشه که ایره بگیری؟ اینا را از روی مجبوری میپوشم. حالا بریم دیگه. بسیار تشکر.